اومد آقا داره میاد. آقایون لطفا مرتب بایستید، نظم باند فرودگاه رو رعایت کنین. گروهان موسیقی خبردار، همه به صف وایسین، امام خمینی داره میاد. دسته گل‌ها رو آماده کنین، دوربینا سر جاشون مستقر بشن. خبرنگاران محترم همه نکنین، همگی خبردار. اخوی ببخشید، کجاست؟ من که چیزی نمیبینم اخوی. اونهاش ته باند فرودگاه رو نگاه کنین، دارن تشریف میارن. کوش، من که چیزی نمیبینم. بابا ببین اونهاش دیگه، اون آخر باند رو نگاه کن. بذار ببینم ببینم ته باند داره یه خر میاد که. خب همونه دیگه، امام خمینی دیگه. نه یعنی چیز امام راحل سوار اون خره داره میاد. گرفتی ما رو؟ این همه آدم جمع کردی اینجا، اون وقت امام خمینی داره با خر میاد؟ مگه قرار نیست ما هواپیمای ایر فرانس بیاد؟ والا از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. از وقتی که این کشورهای اروپایی پروازهای ایران ایر و ماهان ایر و امام ایر رو تحریم کردن و از اونجایی که خب وضع سوخت بنزین و اینا هم خودتون میدونین که دیگه خیلی خرابه، فلزا امام مجبور شدن که امسال دهه فجر با خر بیان. گروهان خبر دار، بزن اون موزیک ارزشی رو.